سلام دوستای خوبم، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم با یک آموزش کاملا متفاوت و خیلی کاربردی که مشکل هممونه. ممکنه که حافظه گوشی شما هم مدام بخواد پر بشه و دوست نداشته باشین عکس و برنامه‌ای رو پاک کنین برای خالی کردنش. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری حافظه گوشی رو خالی کنیم بدون اینکه عکس یا برنامه‌ای رو بخوایم پاکش کنیم. بریم که آموزشش رو ببینیم. اول از همه وارد منوی گوشیتون بشید و وارد قسمت تنظیمات بشید. وقتی که تنظیمات براتون باز شد، بیایید قسمت پایین‌تر و گزینه مراقبت از باتری و دستگاه رو انتخاب کنید. توی این قسمت میایید روی قسمت حافظه و انتخابش میکنید و یه مقداری صبر میکنین تا صفحه براتون باز بشه. وقتی وارد این قسمت شدین روی کادر آبی پاکسازی رو میزنید و خودش به صورت خودکار براتون داره حافظه پنهان گوشی رو خالی میکنه. این کار باعث میشه که شما کلی فضای خالی پیدا کنین بدون اینکه بخواین هیچ کدوم از برنامه‌ها یا عکساتون رو پاک کنید. خوشحال میشم که برای آموزش‌های بیشتر به کانال من سر بزنین و سابسکرایب کنین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید.